دوستان امروز میخوام راجع به کتاب گرسنه نوشته کنوت هامسن، نویسنده مشهور اهل نروژ با هم صحبت بکنیم. یه داستان خیلی جذاب و گیرایی که درباره یه نویسنده جوونیه که تو شهر اسلو زندگی میکنه. به یه درآمد خیلی ناچیزی هم از نوشتن داستان و مقاله برای روزنامه ها داره که متاسفانه اغلب اوقاتم نوشته‌هاش مورد تایید برای چاپ قرار نمیگیره. یعنی عملاً درآمدی نداشته و این فقر و گرسنگیش تا جای پیش میره که سقف بالسترش رو از دست میده و دیگه چیزی هم برای خوردن نداشته. آواره کوچه و خیابون میشه. متوجه میشه که دیگه توان و تمرکز برای ادامه زندگی نداره و ناچار میشه بین شرافت و گرسنه نموندن رو انتخاب بکنه، یعنی پا بذاره رو شرافتش. به خاطر همین بعد مدتی دست به گدایی میزنه تو خیابونا، حتی یه خورده دزدیایی هم میکنه و میبینه شخصیت سابق نیست. در کلی داستان داره درباره موضوع مهم تلاش برای گرسنه نموندن و بقا رو به ما میگه. و دلیلی که این داستان تونسته خوب مشهور بشه و تأثیر خیلی خوبی رو خواننده بذاره اینه که خود آقای کنوت هامسن کودکی سختی رو گذرونده و اصلا گرسنگی رو زندگی کرده، گرسنگی رو میفهمه با تمام وجودش. به خاطر همین خوب تونسته منتقل بکنه. یه بخش جالبی از کتاب رو میخوام براتون بخونم. میگه که به اولین قصابی که رسیدم رو به قصاب کردم و گفتم لطف کنید و یک استخوان برای سگم بدهید، در صورتی که اصلا سگ نداشته، فقط یک استخوانی که کمی گوشت داشته باشد. طعمی نداشت. بوی تهوع‌آور خون کهنه از استخوان برمیخواست. مثل آدمی تسخیر شده به جویدن پرداختم و به قدری گریه کردم که استخوان خیس و آغشته به اشک شد. سراسر داستان این توصیفات زیبا و اثرگذاره. حالا اگه بخوام راجع به خود نویسنده کنوت هامسن بهتون بگم، همونطور که قبلا اشاره شد یه کودکی سختی داشته، فقیر بوده و همین باعث میشه که تو بچگی مدرسه رو بذاره کنار و وارد دانشگاه اجتماع بشه. 2 بار به آمریکا سفر میکنه برای کار پیدا کردن و تا زمانی هم که نویسنده میشه حدود 20 تا شغل عوض میکنه، از کفاشی و راهداری بگیر تا معلمی، که بالاخره در سال 1917 یه داستان و یه کتابی می‌نویسه به نام میوه های زمین که 4 سال بعدش جایزه ادبی نوبل هم میگیره. و حتی خیلی از منتقدین میگن که فرانس کافکا نویسنده مشهور تحت تأثیر این کتاب گرسنه قرار گرفته و کتاب هنرمند گرسنه خودش رو نوشته فرانس کافکا. حالا کنوت هامسن با این همه سابقه خوب و درخشش زیاد میبینیم که امروز تو محافلهای ادبی زیاد بهش توجه نمیشه. میدونید دلیلش چیه؟ دلیلش هم تنها افکار و اعتقادات سیاسی افراط‌گرایانه‌ای بوده که در طول جنگ جهانی دوم داشته. یعنی موافق 100% آدولف هیتلر بوده. به خاطر همین خیلی اعتقاد داشتن حتی از اهالی نروژ که کنوت هامسن حتی به بشریت هم خیانت کرده. اما برخلاف همه ای چیزا امروزه چیزی از ارزشش کم نکرده و خیلی طرفدار داره و خیلی کتاباش حتی تو مدارس هم تدریس میشه. یه کتاب خیلی خوب که حتما براش وقت بذارید، ارزشش رو داره. تا اپیزود بعد، خدا نگهدار.